بچه‌ها، توی این یکی آموزش ترکیب رنگ میخوام بهتون ترکیب رنگ روی موی کراتین شده یاد بدم. البته چیزی که مشتری میخواد اینه که 1 درجه یا 2 درجه از زمینه موی خودش روشن‌تر میخواد. یعنی ما چالشی رو نداریم که بخوایم موهاشو بلند بکنیم. پس از پودر دکولوره و اکسیدان 6% رو به رقیق، یعنی من اکسیدانمو بیشتر ریختم، در واقع 2 یا 3 برابر پودر دکولورم ریختم که شل بشه و وقتی اکسیدانمون 6% باشه و 3 برابر پودر دکولوره بزنید، این میشه که شما پودر دکولورتون رو ضعیف میکنید. برای همین توی 1 ربع تا 20 دقیقه روی پایه مثلا 6 رو به 7 میره و استوب میکنه دیگه. اونقدر واکنش نمیتونه روی مو نشون بده که یه پایه 8 تا 9 بکنه. الان کاری که من کردم همین دستور پودر دکولوره رو به صورت زیگزاگ روی موی مشتری که کراتین شده زدم. پایه‌شم به دلخواه مشتری روی پایه 6 و 7 کشیدم.